روسیه تماسهایش را با گروه‌های گوناگون ضد رژیم طالبان در افغانستان افزایش داده است. اندری سرینکا، تحلیلگر روسی مسائل آسیای مرکزی و افغانستان، در یک مطلب که نشریه روسی سورشن سکرت روز 8 آگوست سال 2023 نشر کرد، با تکیه به منابع نزدیک به گروه‌های مسلح ضد طالبان خبر داد که الکی نماینده جبهه آزادی افغانستان از مسکو بازدید کرده با برخی همصحبتان با نفوذ به کرمل نزدیک ملاقات کرده است و قرار است اکنون نمایندگان جبهه مقاومت ملی نیز به مسکو بیایند. سرینکا تاکید کرده است که این تماس‌ها بعد 2 سال غصب قدرت در افغانستان از سوی حرکت تندرو طالبان صورت میگیرد. تحلیلگر روس می نویسد مسکو تا کنون تلاش داشت تا با طالبان روابط سازنده برپا کند، ولی ظاهراً برخورد بدون الترناتیوی مسکو نسبت به رژیم طالبان سر آمده است و مقامات روسیه روی گروه‌ها و نیروهای دیگر در صحنه افغانستان نیز فکر می‌کنند. بنا به اطلاع اندری سرینکا، در اول ماه آگوست سال 2023 یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان که به آن ژنرال محمد دیاز یاسین رهبری می‌کند به مسکو آمده 1 هفته در اینجا قرار داشت و در این مدت یک سلسله ملاقات‌ها از جمله با برخی از همصحبتان با نفوذ به کرمل نزدیک برگزار کرده است. بنا به اطلاع منابع سرینکا، در نیمه دوم ماه آگوست قرار است رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود نیز از مسکو بازدید کنند. منابع سرینکا گفتند که ماه آگوست خود احمد مسعود می‌خواهد به مسکو بیاید. او را در این سفر می‌تواند امرالله صالح، سابق رئیس خدمات امنیت و نایب سابق پرزیدنت اشرف غنی که بعد فرار غنی حتی خود را پرزیدنت اعلام کرده بود همراهی کند. سرینکا در شرح این تحولات می نویسد در مسکو پیدا شدن نمایندگان اپوزیسیون مسلح افغانستان می تواند همچون تحریر استراتژی روسیه نسبت به افغانستان معنی داد کرد. یقینا رهبریت روسیه مناسبتش نسبت به دیکتاتور طالبان و مخالفین آنها را که آماده‌اند سلاح در دست به ضد رژیم طالبان مبارزه برند تغییر می‌دهد. سرینکا از بین جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود را در شرایط امروز گروه اعظم معروف ضد طالبان می‌نامد. این گروه ماه آگوست سال 2021 بلافاصله در پی به دست طالبان سقوط کردن کابل پایتخت افغانستان و فرار شرمنده‌آور پرزیدنت اشرف غنی از کشور تأسیس یافت. به نوشته سرینکا، طالبان در آغاز به احمد مسعود کرسی وزیری پیشنهاد کرده او را خریدنی شدند، ولی فرزند احمدشاه مسعود تن نداد. در نهایت طالبان نیروی هنگفتی را به دره پنجشیر اعزام کردند و با کمک برخی از افرادی که خیانت کردند توانستند این دره سرکش را اشغال کنند. بعد تصرف پنجشیر احمد مسعود به تاجیکستان پناه برد و حال و قرارگاه او و ستاد اساسی جبهش در همین جاست. جبهه آزادی افغانستان به رهبری ژنرال محمد دیاز یاسین را نمایندگان مقاومت نیروهای کماندوس هم مینامند، چون که بخش اعظم طرفداران و سربازان آن را افسران سابق کماندوسی حکومت قبلی تشکیل میدهند. سرینکا می‌افزاید تلاش‌های طالبان برای از بین بردن مقاومت حاصل نداد و گروه‌های مقاومت تا حال نه فقط وجود دارند بلکه تقویت می‌یابند. یکی از علامت‌های این تجاوز افزاینده کشورهای مختلف به جبهه مقاومت و جبهه آزادی است. اگر تا چند وقت پیش با جبهه احمد مسعود تنها دوشنبه و تهران تماس‌های نزدیک داشت، حالا رهبر جبهه مقاومت در عرصه‌های گوناگون بین المللی در فرانسه و افسر و ترکیه و کشورهای دیگر نیز مهمان قبول شده است.